ضمن نشست گفته شد که در نیمسوله یکم سال 2024 فعالیت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن در پرتو سیاست، دستور و سپارش و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اینچنین سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده تمام چاره‌ها بهر تهیه سندهای معیاری حقوقی جوابگوی به طلبات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و سندهای بین المللی اعتراف شده تاجیکستان اندیشیده شد. ابراز گردید که به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن 22359 نیمساله یکم سال 2023 23849 مواد وابسته به مسئله‌های حقوقی وارد گردید که نسبت به همین دوره سال 2023 1490 مواد یا 6% کم است. به وزارت عدلیه در سمت قانونگذاری 2404 نیمساله یکم سال 2023 2403 مواد وارد شد. همزمان در سمت بررسی سندهای حقوقی بین المللی متخصصان وزارت 1243 نیمساله یکم سال 2023 1220 مواد را مورد بررسی قرار داده نسبت آنها خلاصه های دخلدار پیشنهاد نمودند. همه مواد وارد شده مورد سنجش حقوقی قرار گرفته در سمت مطابق گردانی به معیارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و قانونهای جمهوری خلاصه های دخلدار داده شد. در سمت رابطه های بین المللی باشد در نیمساله یکم سال 2024 به وزارت عدلیه 3149 مراجعت از خارج کشور وارد گردید. در سمت به قیدگیری تشکیلات های ادوکاتی در نیمساله یکم سال 2024 در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی در شهر دوشنبه 10 کابینت ادوکاتی، ولایت سوخت 10 کابینت ادوکاتی، ولایت ختلون 9 کابینت ادوکاتی به قید گرفته شد. در نیمساله یکم سال 2024 در فهرست یگانه دولتی عهدهداری های گروی 139 آگاهینامه گروی مال و ملک منقول از جانب تشکیلات های قرضی به قید گرفته شد. همزمان توسط خط تلفنی رایگان 3040 نزد وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 58 شهروند عاید به مسئله های گوناگون حقوقی مراجعت نموده به آنها مشورت حقوقی داده شد.